آیا پیامبر در نمازشون مهر میگذاشتن یا نه؟ بله اتفاقا در روایات اهل سنت آمده که پیامبر مهر هم میذاشتن. در روایات اهل سنت آمده که پیغمبر چیزی به اسم خمره داشتند. خمره چیست؟ حصیر بافته شده به اندازه کف دست، علی قدر ما یسجد علیه المصلی، همون مقداری که مصلی کف دستش میذاره نماز میخونه. اگه روایت میشه لطف کنید در چشم، اینم برای شما میارم، مشکلی نداره. ممنون میشم. جالب اینجاست یک مناظره‌ای در اینترنت هست با یکی از علمای سرشناس عربستانی که این یه جوانشه بهش زنگ میزنه و این رو براش مطرح میکنه، میگه آقا جان ما در روایاتمون حتی ابن تیمیه گفته پیغمبر روی اینها نماز میخوانده. بله اگر روایتشو پیدا بکنم در کانال رسول الله الخمره. بله لطفاً اتاق فرمان. این روایت در صحیح مسلمه، من شرحش رو از نووی برای شما آوردم. عایشه همسر پیغمبر میگه پیغمبر به من فرمودن ناولینی الخمره من المسجد، پیغمبر در مسجد بود، فرمودن خمره رو به من بده. گفتم یا رسول الله من عادت ماهیانه هستم. فرمودن این به این که بخوای به من چیزی بدی مرتبط نیست. بعد خودش میاد خمره رو توضیح میده. یعنی خمره خاک میشه، این خاکی که مثلا از کربلا. الان صبر کنید دوست عزیز، صبر کن یکم آقا رضا صبر کن. خمره چیست؟ از سجاده، اون مقداری که شخص صورتش روش میذاره، و از خوس یعنی برگ درخت خرما بافته شده. درسته؟ درست. پیغمبر رو سنگ سجده کرده، روی خوس و برگ درخت خرما سجده کرده، روی خاک سجده کرده، اما یه جا که پیغمبر رو فرش بافتنی سجده کرده باشه شما دارید؟ نه فکر نکنم. حالا کار کی درسته؟ ما شیعه ها خب ما طبیعتا فرهنگ زندگی از قدیم فرق کرده، نمیتونیم موقع هر نمازی بریم تو باغچه یه بیل خاک ورداریم بزنیم رو فرشون روش نماز بخونیم. چیکار کردن؟ یه مقدار خاک رو ورداشتن، قالب گرفتن، تمیز میذارن سر تاقچه، پام روش نمیذارن، موقع نماز روش سجده میکنن. روی مهر گذاشتن یا عکس یه چیز رو مهر گذاشتن، این درسته یا نه؟ هیچ مشکلی نداره. الان من برای شما مثلا آیا بالا باشید تو مثلا مذهب ما از مثلا اگه یه عکسی داخلی خونه باشه نماز خوندن از اونجا مشکل داره. مثلا نباید جلوی عکس خودمون اگه رو دیوار چسبی باشه مشکل داره. حرام میشه نماز و نباید خونده بشه. حرامه یا مکروهه؟ مکروه فکر کنم. احسنتم. ما میگیم اگر روی این مهرها عکس باشه میشه مکروه، نه اینکه بشه حرام. مثلا در بعضی از مساجد. اما اینکه شما گفتید ما حالت خشت مانند درست بکنیم، اگر لطفا اتاق فرمان در عمدة القاری شرح صحیح بخاری با سند صحیح، مسروق رو میشناسید شما؟ جانم؟ مسروق رو میشناسید؟ نه. مسروق شاگرد عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و از معروف ترین فقهای اهل سنت. میگه وقتی سوار کشتی میشد کان یحمل لبنه، یه خشت خاک آماده با خودش ور میداشت، میرفت توی کشتی رو اون نماز میخوند. سندش صحیحه؟ خودش گفته صحیح. خیلی ممنون. پس بنابراین یه سوال ساده، الان کار ما شیعه ها درسته یا کار شما از اهل سنت؟ طبق این روایات باشه کار اهل تشیع درست. احسنتم. اینا روایات راجع شیعه نیست، روایات سنیه.